در قسم حربی 0707 قشون‌های خشکیگرد وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در ناحیه کوشانیان با اشتراک نمایندگان پروکراتور حربی، کارمندان حفظ حقوق و افسران و سربازان وابسته به شرح و توزیع پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که با مجلس عالی مملکت ایرا گردید جمع آمد دایر کرده شد. در چاره‌بینی امروزه ذکر گردید که سرور دولت ضمن ایرای پیام امسالهشان با مجلس عالی مملکت ابراز داشتند که وضع امروزه جهان و منطقه ما را وادار می‌سازد که با مسئله تامینات قواهای مسلح کشور بیش از هر وقت دیگر توجه جدی دهیم، زیرا این همه آرامی و آسایشتگی مملکت و مردم کشور از نیرومندی ارتش ملی وابستگی دارد. طور برآمد کنندگان در معروضه های خود قید نمودند روند تورفت شدت گرفتن فعالیت گروه های افراطگرا در بسیار کشورهای جهان، صادرشوی حادثه های دهشتناک و فاجعه بار و بیشتر شامل شدن جوانان کمسواد و ناآگاه به صف گروه های تروریستی و اکستریمیستی به دولت و ملت داغ آورده ایستادند. در این مورد باید ما خدمتچیان حربی همیشه هوشیار و زیرک باشیم و معرفت سیاسی و حقوقی را باز هم تقویت بخشیم. طور پیشوای ملت در برآمدهایشان قید می نمایند وظیفه از همه مهم حمایت مرزبوم دولت، تامین امنیت دولت و ملت و حفظ ثبات و آرامی جامعه، پیشگیری و برطرف کردن همه گونه تهدید و خطرهای بیرونی، تامین ولایت قانون و ترتیبات جمعیتی به ذمه قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق واگذار گردیده است. محتوای پیام محترم امامعلی رحمان با طور ساده کرده شده با تمام هیئت شخصی رسانیده شد. مقصد از برگزاری چاره‌بینی امروزه ما با افسران و سربازان و خدمتچیان نظامی رسانیدن و درک نمودن حس وطندوستی، حمایت از مرز و بوم وطن، صادق بودن به سوگند حربی و در مدت‌های معین شده اجرا نمودن وظیفه و عهدهداری خدمتیشان بود. باید قید نمود که در زمان صاحب استقلالی مملکت با دستگیری و غمخواری های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای خدمتچیان حربی در جزو تامهای قواهای مسلح تمام شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در ادامه از این غمخواری جهت باز هم بلند برداشتن سطح صفت خدمت حربی پیشوای ملت سپارش دادند که از 1 ینور سال 2024 مزد مهنت عمل کننده خدمتچیان حربی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و دیگر کارمندان این مقامات 40% زیاد کرده شود. در جمع آمد مذکور کارمندان مقامات قدرتی از دستگیری و غمخواری های پیوسته سرور دولت قناعتمند بوده ابراز داشتند که برای تامین صلح و ثبات، آرامی و آسودگی کشور، تامین ترتیبات جمعیتی و حفظ دستاوردهای استقلال دولتی را تامین نموده همزمان در اجرای وظیفه های برذمه داشتهشان سعی و کوشش بیشتر خواهند نمود. البینای عبدالستار فاروق سفر، نمازعلی ارگشت، ناحیه کوشانیان. اخبار.